سلام علیکم دوستان. این دکتر کونیه بقیه رو میبره به بهانه آزمایش یه جا جمع میکنه و همه رو میکنه. ببینین چی میشه. بریم ببینیم با هم. لایک و سابسکرایب و یه جوری بکوب که خواهر و ناموسشون بیاد جلوی چششون. مرسی. این دکتره چند نفر رو برده توی یه آزمایشگاهی توی یه جای دور افتاده که توی چشم نباشه. یه دارویی هم اختراع کرده. اینا رو میذاره توی یه دستگاهو وصل میکنه به کمر طرف. بعد از اون ور با گوشی طرفو کنترل میکنه. همه ی احساسات و رفتارشو چون دارو بهش وصله میتونه تحت کنترل داشته باشه. این اولین آزمایششونه. این پسر سیاه رو بردن توی اتاق آزمایش، بهشم دستگاه وصل کردن. بعد براش جوک بیمزه میگن. این خندش نمیگیره. خب حقم با اونه دیگه. دکترم میاد میزان خندیدن اینو میبره بالا. اینم یهو شروع میکنه به اون جوکای بیمزه خندیدن و دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره. اولین آزمایش که با موفقیت انجام میشه، دکتر و دستیارش خیلی خوشحال میشن. این یکی پسر اسمش جفه. اینم بچه پول داره. مثل دکتر داره آزمایش انجام میده روی مردم توی جزیره دور افتاده. یه روز آدم میفرسته دنبال دکتر که ببرنش پیش خودش، با هم حرف بزنن، ببینن که با هم معاملهشون میشه یا نه. حالا این چی درست کرده؟ یه دارویی که میزنی و به هر جا نگاه کنی اونجا رو بهشت میبینی. مثلا اینجا داده دکتره زده کارخونه‌ای به اون زشتی و با اون همه دود و دم و داره بهشت میبینه. اینا از هم خوششون میاد و جف میاد با دکتر کار کنه. اونجا از این دختر لوسی خوشش میاد و روش کراش میزنه. لوسی هم یه جورایی آشپز اونجا بوده. فردا صبح جف داوطلب میشه که دکتر روش آزمایش انجام بده. با این دختره هدر میرن توی اتاق میشینن و حرف میزنن و دکتر بهش میگه یالا دیگه جف بکنش. جف میگه من اصلا حسی به این ندارم. دخترم میگه منم نمیتونم بهش بدم، اصلا خوشم نمیاد ازش. دکترم میگه حسی ندارین؟ دوز دارو رو میبره بالا. دوز که میره بالا یهو اینا حس میکنن عاشق هم شدن و دوتاشون شروع میکنن تون تون لخ شدن. میزان حشریت یه جوری بر بشریت غلبه میکنه که دختره میپره روی جف مثل اسب بالا و پایین میشه. ری هم از اون طرف شوکه شده بود. یهو میاد دوز دارو رو کم میکنه و اینا به خودشون میان و خجالت زده از اتاق بیرون میرن. فرداش جف با اینکه ادای تنگا رو در میاره که آره دیروز من دست خودم نبود و خجالت کشیدم، باز میره توی اتاق آزمایش. فکر میکنه قراره دوباره هدر بیاد و بکنش، ولی میبینه یه زن سن بالاتر از اون اومده. میخوره توی ذوقش و میگه عمرن من سمت این برم. اما همچین که دکتر دوز دارو رو میبره بالا، جف رو میبینیم که مثل بوز کوهی بالا و پایین میشه روی اون زن و زوزه میکشه و یه جوری میکنه که هر لحظه ممکن بوده بزنه نفت در بیاد. شب که میشه جف با اون پسری تنها میشه و میگه چند وقت دیگه باید بریم یه جای جدید، یه زندگی جدید رو شروع کنیم. ری هم میگه منم تو همین فکرم دیگه، با این شرایط و اینا حال نمی کنم. روز بعد دوباره هدر رو با همون زنه که سنش از اون بالاترم بوده میبرن توی اتاق آزمایش. جفش میگه یه کاری نکنی اینا یه بلایی سر هم دیگه بیارن. این دفعه میخواستن حس عصبانیت رو توی اینا بالا پایین کنن که ببینن چطور میشه. دکتر بهش میگه نگران نباش بابا، من دارم یه کاری میکنم دنیا اصلا جای بهتری بشه. که همون موقع بهش میگه بیا زنت زنگ زده که میفهمه زنش تصادف کرده. جف هم از موقعیت استفاده میکنه، میره سراغ لوسی، براش خود شیرینی میکنه و با هم میخندن و
خوش میگذرونن. دکتر که برمیگرده به جف میگه بیا تو برو توی اتاق آزمایش. اینم منتظر یه دختریه که بیا تو دوباره بکنش دیگه. در باز میشه و یه نر قولی میاد تو که ما هم دیدیم ترسیدیم. آقای جف هم که خایه کرده میزنه به در کلیبازی که همین الان در رو باز کنین و من با این نرخر توی اتاق نمیمونم. این اول میکنه بعد میخوره. دکترم بهش میگه باشه بابا بیا بیرون، آبرومونو بردی، خودتو ما رو با هم پاره کردی. که بعدش هم تعطیلات آخر هفته میرسه و همه حسابی میرسن به خودشون. دکتر ولی یه دونه از اون داروها رو به خودش وصل میکنه، دوزشو میبره بالا روی حس ارضا شدن تا صبح با خودش حال میکنه. جف هم میره سراغ لوسی که با اون وقت بگذرونه. لوسی هم بهش میگه چرا روی من کراشی؟ جریان چیه؟ که جف بهش میگه وقتی کنار تو هستم خیلی حس بهتری دارم. از اون طرف دکترم باری بوکس تمرین میکرده که بهش میگه دیگه تعطیلات بسه، بریم سر کار. با جف و ری میره تو اتاق آزمایش. کیو میارن روش آزمایش انجام بدن؟ بانو هده رو. چیو میخوان آزمایش کنن؟ حس عصبانیت و ترسو که بتونن کنترل کنن. جف و ری حسابی مخالفت میکنن که دکتر حوالهشون میکنه به چپش و به جف میگه این آزمایش باید انجام بشه، اگه مخالفی پاشو برو از اینجا کلن. که جف دهانش بسته میشه و آزمایش شروع میشه. هدر اولش آروم بوده ولی دوز دارو رو که میبرن بالا این دیگه از ترس داشته سکته میکرده. شروع میکنه خودشو کوبیدن به در و دیوار، هی حالتش هم شدیدتر میشده. دکترم مثل بز نگاه میکرده، نمیکنه این دوز دارو رو کم کنه. هدر هم که کنترل روی خودش نداره انقدر خودش رو میکوبه به دیوار که اون دستگاهی که بهش وصل بوده شکسته میشه، دیگه هیچ کنترلی روش نداشتن. یهو همه چی با هم آلارم میده. این طرف دکتر میخواد آرومش کنه که تأثیری نداره، اون طرف خودش یه وسیله رو میزنه به دیوار میشکنه، بعد یهو خودشو با یه تیکه شیشه میکشه. خونش پخش میشه همه جا. ری که باورش نمیشده این اتفاق افتاده میره توی اتاق و میبینن واقعا مرده. دکتر میپره بره بالای سرش که کلیدش میفته کف زمین. جفم کلیدو بر میداره، کشوی مربوط به دکتر رو باز میکنه، میبینه یه سری مدارک توی کیفش هست که این اصلا دکتر نیست و از داروها اصلا درست استفاده نمیشده و فقط هدفش استفاده از آدم هاست و جونشون براش مهم نیست. تا دکتر میخواد بیاد بیرون مدارک رو میذاره سر جاش، خیلی هم شوکه است. خونه اون هدر مادر مرده رو هم از روی زمین پاک میکنن که کسی چیزی نفهمه. بعدم جفو میبره توی اتاق خودش، میشینن با هم به حرف زدن و خندیدن که خرش کنه و به کسی چیزی نگه. بهش میگه من حس میکنم تو بهترین دوست منی و قراره با هم دنیا رو جای بهتری کنیم برای زندگی. که جف هم همزمان توی دلش میگه گوه نخور. روز بعد لوسی رو میبرن برای آزمایش. اونجا یکم حالش بد میشه. بعد آزمایش جف میره پیشش چون نگرانش شده بود. لوسی بهش میگه چرا اینجایی؟ که جف میگه چون دوستت دارم. بعد از مدت‌ها از یه نفر خوشم اومده. من قبلا زن داشتم، خیلی هم دوستش داشتم، اون مرد. مقصرشم منم چون همیشه مست میکردم و یه روز نشستم پشت فرمون و مست بودم، تصادف کردیم و اون مرد. اومدم اینجا که خودم رو تنبیه کنم. لوسی هم بهش میگه متاسفم و به جای اینکه باهاش هم دردی کنه بهش میده. نمیدونم بالاخره هر کی یه شیوهی برای همدردی داره دیگه. این میخواد همدردی کنه میده. دکترم میره از دوربین همه این صحنه‌ها رو میبینه و کونش میسوزه که داره به جف خوش میگذره. اینم میره با خودش تنهایی ور میره و میگه بالاخره نوبت منم میشه. فرداش دکتر لوسی رو میبره برای آزمایش حس ترس مثل اون هدر مادر مرده. بعدم به جف میگه این دیگه آخرین آزمایش برای این حسه، اینو رد کنیم تمامه. ولی دروغ میگفته، مثل دیوونه ها هی دوز دارو رو بالا میبره که ببینه چی میشه. همزمان چند تا چیز مختلف هم روش آزمایش میکنن. جف که میفهمه این عوضی بازیش گل کرده میخواد بیاد
گوشی رو ازش بگیره ولی دکتر نمیداده. لوسی هم داشته میمرده، انقدر حالش بد شده بوده. با هم دعواشون میشه و دعوا بالا میگیره. دکتر برای جف چاقو میکشه و دوز داروهای لوسی رو هم تا آخر بالا میبره. بالا در حدی که لوسی داشته خودش رو با کمربند داخل اتاق خفه میکرده. جف هم دکتر رو میزنه و سری میره داخل. دارو رو از لوسی جدا میکنه و نجاتش میده. دکترم که میبینه جف همه چیزو میفهمه و تا لحظات دیگه به چخ میره، میخواد فرار کنه. قبلش توی بلنگو میگه که جف میخواد همتون رو بکش و هر کیم که اونجا توی اتاقش بوده میاد بیرون و خری میشه دعوا. جف هم زنگ میزنه پلیس بیاد. دکتر ولی سریعتر از اونها سوار هواپیما میشه و از اونجا میزنه بیرون، ولی حواسش نبوده یه دونه از اون داروها به خودش وصله. یهو توهم میزنه و با هواپیما مستقیم میخوره به کوه و بوم منفجر میشه و به چوخ عظما میره. جف و لوسی که این صحنه رو از دور دیدن از اونجا فرار میکنن که برن و یه زندگی جدید رو شروع کنن، چون میدونن اگه اینجا بمونن دخلشون اومده و فیلم اینجا تموم میشه. دکتر خیلی عوضی بود. ما به چوخ رفتن ایشون رضایت داریم. امیدوارم شما هم رضایت داشته باشین. فیلم رو دوست داشته باشین و لایک و سابسکرایب هم بکوبین. ما که خیلی دوستتون داریم. مرسی.